سلام، من مهتاب فرزان هستم، مشاور پوست. به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. من طی 5 سال گذشته تونستم کمک کنم به بهتر شدن و شادابتر شدن پوست مراجعینم. مراجعین من شامل خانم‌ها، آقایان، کودکان، حتی سلبریتی ها بودن. مهمترین ویژگی من تشخیص ریشه‌ای مشکل شماست و داشتن بیش از 500 تا مراجع موفق نشون دهنده‌ای که به تعهداتم پایبندم. تا آخر این ویدیو رو با من همراه باش. یکی از چیزهایی که خانم‌ها در زمینه پوست و زیبایی بهش علاقه‌مندن استفاده از ماسک‌های خونگیه. چند وقت پیش یه مطلبی می‌خوندم در مورد اینکه خانم‌ها توی کشورهای مختلف دنیا از چه ماسک‌هایی و از چه روش‌های خونگی برای داشتن یه پوست صاف و شفاف استفاده می‌کنن. تصمیم گرفتم طی این ویدیو و ویدیوهای بعدی در مورد حالا فرهنگ کشورهای مختلف خانم‌ها اینکه چه موادی رو برای پوستشون استفاده می‌کنن باهاتون صحبت کنم. توی این ویدیو میخوام در مورد خانم‌های کشور ترکمنستان باهاتون صحبت کنم. با من همراه باشید. ترکمنستان غالباً از روغن‌ها استفاده می‌کنن برای پوستشون، مثل روغن زیتون، روغن کرچک و روغن گل آفتابگردون. به خاطر اینکه یه رطوبت‌دهی خیلی خوبی به پوستشون میده و پوستشون رو کاملاً نرم می‌کنه. یکی دیگه از مواد طبیعی که خانم‌ها در ترکمنستان برای پوستشون استفاده می‌کنن و فوق‌العاده است عسله. فقط کافیه که یه لایه نازک عسل رو روی پوستتون بزنید، 10 دقیقه رو بمونه و بعد با آب بلند شستشو بدید. عسل باعث میشه پوستتون یه رطوبت خیلی زیادی رو جذب کنه. از دیگر مواد غذایی که خانم‌ها توی ترکمنستان استفاده می‌کنن لبنیاته، چون لبنیات اسید لاکتیک داره و باعث نرمی و لطافت پوست میشه و یه کوچولو پوستشون رو ریز لایه برداری میکنه. از ماست هم استفاده میکنن به عنوان ماسک صورت. دیگه از یه سری گیاهای محلی استفاده میکنن که خب غالبا ما توی ایران نداریم، نمیتونیم ازشون استفاده کنیم. یکی دیگه از چیزهایی که استفاده میکنن استفاده از گیاه آلووراست. گیاه آلوورا چون یه گیاه ضد تحریکه و آبرسانی قوی برای پوست انجام میده، برای پوست‌های خشک و تحریک شده خیلی خیلی مناسبه. پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. دوستان فقط یک نکته خیلی خیلی حائز اهمیته و اون هم اینه که ماسک های خونگی، ماسک های طبیعی کاملا سودمندن برای پوست، اما در صورتی جواب میدن که شما روتین پوستی داشته باشی و از محصولات مخصوص پوستت هم استفاده کنی. یعنی در اصل ماسک های خونگی نقش کاتالیزور رو دارن و باعث میشن که سرعت بهبود پوستتون افزایش پیدا کنه. اما اگر به خودی خود فقط از ماسک های گیاهی و خونگی استفاده کنید متاسفانه تاثیر چندانی روی پوستتون نداره. اگر اینطوری بود قطعاً مادر بزرگ‌های ما باید همگی پوست خیلی خوبی می‌داشتن، اما می‌دونیم که الان توی این دور زمانه آدم‌ها توی یه سری سن و سال مثل 40 سالگی یا 50 سالگی خیلی جوان‌تر به نظر میرسن. پس این نکته رو حتما مد نظر داشته باشید. ویدیوهای بعدی رو هم حتما دنبال کنید.